الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. با درود و سلام بر روان تابناک شهدای مظلوم افغانستان و شهدای کربلای حسینی و صدر اسلام، و با درود و سلام بر ملت قهرمان و شهیدپرور افغانستان. بنده یکی از خدمتگزاران ملت قهرمان افغانستان که مدتی است در رابطه با انقلاب اسلامی افغانستان در سرزمین به خودگفته افغانستان بر علیه متجاوزین و ملحدین فعالیت را آغاز نمودم. البته عملیات هایی که اشتراک کردیم ما مزار شریف بوده، در کابل بوده، پغمان و فعلا مدتی است که در ولایت پکتیا مبارزه را آغاز کردن و عملیات هایی که اشتراک کردیم در حدود شاید بیشتر از 120 عملیات جبهه‌ای بوده در کابل و اطراف کابل و پغمان و ولایت پکتیا و اینا، و در بیش از 60 عملیات چریکی شهری از قبیل انفجارات و گروه‌های ملحدین و مفسدین بوده که در طی 3-4 سال مبارزاتی که در شهر کابل داشتیم. به شما ممکن است یک از خاطرات جالبتان که در جبهات علیه ظلمت البته خاطرات زیادی داریم. هر لحظه از جریان مبارزاتی ملت قهرمان و مظلوم افغانستان یک خاطری است که فراموش ناشدنی. هر قدمی را که ملت مظلوم ما در راه تحقق بخشیدن حکومت قرآن می‌گذارند فراموش ناشدنی است. اما خاطرات زیادی داریم. یکی از خاطراتی که در این اواخر داریم که واقعا ایثار و فداکاری را برادرای عزیز ما عینت بخشیده و تا ابد هرگز فراموش نخواهیم کرد. ایست که یک تعداد از برادران عزیز ما از خارج از کشور عازم جبهات شدن، کاروانی بستن به نام کاروان راهیان نور. اینا آمدن پیوستن با برادرای عزیز ما که در ولایت پکتیا قرار داشتن. بعد از مدتی قوای ملحد روسی حمله نمود و مدت 10 شبانه روز برادران عزیز ما استقامت کردند. تلفات و خسارات زیادی به دشمن وارد کردند که بالاخره روس‌ها مجبور شد گاز اشک‌آور و 2-3 قسم گازهای شیمیایی دیگه بالای مراکز برادرای ما استفاده کنند. بعداً برادرای ما مجبور میشن عقب نشینی میکنن و وقتی که عقب نشینی میکنن در حدود 30 دانه مین ضد پرسنل را در سنگرها جابجا میکنن که زمان روسا میوردارن در سنگرها قدم میذارن از بین میرن. اما بعد از اینکه برادرها صحنه خارج میشن دوباره میخوان روسا را ملحدین از مرکزشان برانن. یک گروه از برادرای عزیز ما برای ترصد و کشف و تعرض بالای دشمن عازم مرکز میشن که متاسفانه در مسیر راه با مین‌هایی که دشمن ملحد در اینجا کارگزاری کرده بودن به شهادت میرسن.
البته 3 تن از برادرای عزیز کاروان راه نو در اینجا به شهادت هستند که به تازگی وارد سنگر شدند و جان را به جانان سپردند و مسئولیت ما را سنگین نمودند. و خاطره که من از این حادثه دارم است که برادرای عزیز من مدت 3 شب و 3 روز به خاطری که در میدان مین بودند، در روی دشت و بیابان مانده بودند و برادرای عزیز ما با ایثارگری و فداکاری و با تعهدی که با خون شهدا داشتند رفتن و برادرها را از میدان مین کشیدند که در موقعی کشیدن یک تن از سربازان روسی که قبلا مدت 3-4 سال پیش آمده بود و با مسلمین پیوسته بود و مسلمان شده بود، رفت و به خاطر کشیدن برادرای عزیز ما با مین برخورد کرد و جان را به جانان سپرد که ایثارگری و فداکاری را عینیت بخشید و این خاطره ایثارگری و فداکاری را هرگز فراموش نخواهیم کرد. البته خدمت شما هستم که انقلاب اسلامی افغانستان از حالت تکامل خارج شده، یعنی در حالت تکامل است و این انقلاب اسلامی در حالت جوش و خروش است و بناهن خس و خاشاک جلوی انقلاب گرفته نمیکنه و ما دیدیم، تجربه کردیم در سرزمین مادون افغانستان که در اثر مقاومت ملت مظلوم ما مهره‌های روس‌ها یکی از دیگری نابود شدند و این هم بجز یک ترتیب نیرنگ و سراسیمگی روس‌ها دیگر چیزی نیست. این خود سراسیمگی و شکست روس‌ها را نشان میده که تا هنوز نتوانستند در مقابل استقامت و پایداری ملت قهرمان ما چاره‌های پیدا نموده و همین چیزی که در صدد تبدیل نمودن موله هستند تا بتوانند از این طریق کارهایی بکنند. اما این مهره‌ای که تازه به کار آمده چهره‌ای به تمام جهانیان و به تمام ملت مظلوم ما هویدا و افشاست که خونخوارترین و جنایتکارترین چهره کثیف و ملحدی که در رابطه با ملت قهرمان افغانستان بزرگترین جنایت را مرتکب شده امروز بر مسند قدرت نشسته که ما امیدوار هستیم انشاءالله با یاری خدا و دست بازوان پرتوان رزمندگان راه خدا به زودی زود این مهره کثیف دیگر روس‌ها هم نابود شود و پرچم سبز توحید در سراسر افغانستان در اهتزاز درآید. ملت قهرمان ما بعد از تجاوز روس‌ها بهترین ایثارگری‌ها و فداکاری‌ها را آفریدند، حماسه‌ها آفریدند و یک بار دیگر بعد از قرن‌ها ثابت نمودند که در کوچکترین ملتی میتواند با تکیه به نیروی الهی بر بزرگترین قدرتی به پیروزی برسد و به این ترتیب ملت مجاهدین عزیز ما که در سنگرها قرار دارند و با یک جهان مشکلات و دردهای طاقت فرسا با کمبود اسلحه و امکانات نظامی، سیاسی، اقتصادی دارند با بزرگترین ابرقدرت دست پنجه نرم میکنند، بهترین حماسه ها را آفریدند و اینها خون میتن. اما در مقابل ما یک تعداد مهاجرین داریم که اونا پیام رسانان خونهای این فرزندان و برادران و خواهرانی هستند که در سنگرها قرار دارند. پس بناهن وظایف مهاجرینی که در خارج از کشور قرار دارند از برادرایی که در سنگر قرار دارند سنگین‌تر است. خواهش ما، پیام ما و پدرها و مادرها ایستند که هر چه زودتر جگرگوشه هایشان را با پوشانیدن کفن حسینوار و جوانانشان را علی اکبر گونه در قربانگاه های افغانستان بفرستند تا واقعا از دین و حیثیت و شرافت و ناموس و وطنشان مردانه دفاع بکنند. و از خواهران عزیز ما، خواهران مهاجر عزیز ما خواهش ما ایست که زینب گونه زندگی کنند و پیام خون برادرانشان را زینب گونه به جهانیان برسانند و بر تمام مجاهدین پیام ما ایست که